چرا ما هی گفتیم که وزرای ما ساعت 5 بعد به بعد آزادن برن با 100 تا دختر یا 100 تا پسر؟ ربطی نداره، اصلا ربطی نداره که با تشویق هم ما فوکوس گلوبالیسم رو بر روی دو موضوع، یعنی جمهوری اسلامی میگفت ترامپ قمارباز، دموکرات‌ها قمارباز، همشون حمله می‌کردن. رو چی حمله می‌کردن؟ دختربازی کردن. چطوری اگه دختربازی بعد چطوری زیلنسکی اومده بالا؟ زیلنسکی اصلا پسربازی، دختربازی، مادربازی همه چی توشه. بعد حالا چرا گلوبالیسم این کارو میکنه؟ برای جاسوس پروری. یعنی میخواد که وزیر سرزمین پارس اگر رفت آلمان دوربین بکاره. دیدید وزیر امپراتوری پارس با اون دختر پرید؟ بعد عکس رو به وزیر امپراتوری پارس نشون میده، میگه حالا جاسوس ما شد. اونم از ترسش جاسوس میشه. واسه ما اصلا اینجوری نبودیم. اون روزی که یارو سازمان امنیتی گفتن حسینی صوفی و عارف، ما 40 تا کازینو رفتم. من چه فیلم نمیگین شما؟ صوفی میره کازینو،